قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی، باب شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی. این همه جلوه طاووس و خرامیدن او، بار دیگر نکند گر تو به رفتار آیی. سلام دوستان، روز بارونیتون بخیر. میبینید که اینجا داره بارون میباره، صدای بارون یک عصر دلانگیز رو برای ما فراهم کرده. خوشحالیم که با یک قسمت دیگه از برنامه‌های گلستان خوانی در خدمت شما هستیم. خوش آمد میگم به همه بیننده ها و همچنین شنونده های پادکست که اونجا هم ما داریم حسابی این صداهای این ویدیوها رو میذاریم. از تصویرتون نگم که ما این همه گشتیم، شاید نیم ساعت یک ساعت داشتیم کل عمارتایی که توی هتل سنتی نیایشی که ما اومدیم اینجا، دستشون درد نکنه اجازه دادن که ویدیو بگیریم و یه همکاری داشته باشیم. انقدر جای مختلف رو گشتیم تا یه جای خوشگل توی چایخانه سنتی سوت دلان ویدیو رو ضبط کنیم با همراه با این گلای کاغذی خوشگل. به جاتون سبز باشه و ما با حکایت شماره 35 از باب اول گلستان در سیرت پادشاهان در خدمت شما هستیم. با طایفه بزرگان به کشتی در نشسته بودم، زورقی در پی ما غرق شد، دو برادر به گردابی در افتادند. یکی از بزرگان ملاح را گفت بگیر این هر دو را تا 100 دینارت بخشم. میگه چند نفری توی کشتی نشسته بودیم، یک قایق کوچیکی هم از کنار ما عبور کرد و جلو رفت و توی گرداب غرق شد. دو تا برادر افتادن از زورق، از اون قایق کوچیک بیرون. یک کشتیبانی بود به یک نفر دیگه گفت آقا شما این دوتا رو نجات بده تا یک هدیه‌ای تا 100 دینار به تو صله بدم. ملاح در آب افتاد، تا یکی برهانی دیگری مرده بود. گفتم بقیت عمرش نمانده بود، از این سبب در گرفتن او تأخیر کرد و در آن دیگر تعجیل. ملاح بخندید و گفت آنچه تو گفتی یقین است. میگه تا اومد یکیشو نجات بده، اون یکی دیگه غرق شده بود. سعدی میگه گفتم آره عمرش بیشتر از این نبود. ملاح خندید گفت این که میگی درسته، اما یک ماجرای دیگه هم پشت این قضیه هست. حالا چیه؟ ملاح بخندید و گفت آنچه تو گفتی یقین است و دگر میل خاطر به رهانیدن این بیشتر بود که وقتی در بیابانی مانده بودم و مرا بر شتری نشانده و از دست آن دگر تازیانه خوردم در طفلی. میگه دلیلش این بود که اینو اول به این خاطر نجات دادم که یک زمانی تو بیابونی بودم و این منو بر یک شتری نشوند، پیاده بودم، اما اون یکی دیگه وقتی بچه بودم منو شلاق زده بود، تازیانه زده بود و گذشت. اون بدی که اون فرد کرده بود بعد از این همه سال به خودش رسید. گفتم صدق الله، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. یه جور میگه هر کسی یه عمل خوب و صالحی بکنه انگار به خودش کرده. دقیقاً معنای این آیه که از سوره فصلت گرفته شده اینه که هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. اگه خوبی کنی به خودت میرسه، اگه بدی هم کنی به خودت خواهد رسید. تا توانی درون کس مخراش، کاندرین راه خارها باشد. کار درویش مستمند برآ، که تو را نیز کارها باشد. ما یه دوستی داریم میگه هر گونه هر زمانی میخواین هر رفتاری انجام بدین مراقب دل آدما باشین. اینجا میگه تا توانی درون کس مخراش، دل هیچ کسی رو مشکن که بعدها
خارهایی مشکلاتی توی مسیر تو قرار میگیره که درسته که امروز کار این پیش تو گیره، بعدها ممکنه کار تو لنگ این فرد باشه. یه چند سالیه موضوع کارما بین مردم خیلی رواج داره. این دقیقاً همینه. آفرین. بگیم حکایت کارما. آره همینه. اینم از حکایت شماره 35، حکایت شماره 36 که توی کتاب‌های درسی توی دوران دبستان هم بود و اینجا بهش برخوردیم. دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی. باری این توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی. گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت بستن. به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتاب. ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا. این حکایت رو توی کتاب‌های درسی هم داشتیم. یکی از برادرها شروع کرد اون یکی دیگر رو ملامت کردن و سرزنش کردن که چرا خدمت پادشاه نمی کنی. اون یکی دیگه گفت تو چرا کار نمی کنی تا از این مذلت رهایی یابی. حتی اگه کمربندی که میبندی از طلا باشه باز ارزش این رو نداره که بخوای پیش دیگری کمر خم کنی، تعظیم کنی. خب اینم از حکایت شماره 36. حکایت شماره 37 که خیلی کوتاه هست. ما بارها در مورد انوشیروان صحبت کردیم، اینجا باز بهش میرسیم. یکی مژده آورد پیش انوشیروان عادل که خدای تعالی فلان دشمنت برداشت. گفت هیچ شنیدی که مرا فرو گذاشت؟ یاره اونو برداشته، اونو از بین برده، آیا منو باقی گذاشت؟ آیا مشکلات رو از من رفع کرد؟ من توی این جهان هستم با همه دغدغه ها، با همه کمبودها. یا اگه اون مرد ما هم تو صفیم. آره دقیقاً. حالا یکی اول صفه، یکی میانه صفه، یکی انتهای صفه، که همه باید از این مرگ و نیستی یه جوری سر در بیارن. آره تجربهش کنن دیگه. شطوریه که در خونه همه میخوابه. اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست، که زندگانی ما نیز جاودانی نیست. آره با مرگ دشمن مردن از ما رفع نمیشه. اینم حکایت شماره 37 بود. گروهی حکما به حضرت کسری در به مصلحتی سخن همی گفتند و بزرگمهر که مهتر ایشان بود خاموش. گفتندش چرا با ما در این بحث سخن نگویی؟ گفت وزیران به مثال اطبایند و طبیب دارو ندهد جز سقیم را. پس چو ببینم که رأی شما بر صواب است، مرا بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد. یعنی میگه اگر که من ببینم شما اون پا کج نذاشتید، نرفتید جاده خاکی، چیزی نمیگم. تا اون موقع چیزی نمیگم. اگه خودتون ببینم خوبه و ثوابه که چه بهتر. و بزرگ مهرم که توی حکایت قبلی بهش برخورد کردیم، توی جلسات قبلش برخورد کردیم، وزیر انوشیروان بود. آره بزرگمهر وزیر یا بزرجمهر. آره بوزرجمهر. آره اینجا حضرت کسری، حضرت به معنای درگاه هست. میگه توی بارگاه کسری همون انوشیروان پادشاه ساسانی نشسته بودن و بزرگمهر که وزیر بزرگ اینها بود، دست راست پادشاه بود، هیچ صحبتی نمی کرد، خاموش بود. گفتن چرا چیزی نمیگی؟ گفت وقتی من ببینم شما دارین راه درست رو پیش میرید دلیلی نداره بخوام نکته چیزی اضافه کنم. سقیم هم به معنای بیمار هست. میگه وزرا بر مثال اطبا اند و طبیب دارو ندهد جز سقیم را.
وقتی فرد بیمار باشه طبیب پزشک بهش دارو میده، وقتی حالش خوبه دیگه نیاز نیست چیزی براش تجویز کنه. چو کاری بی فضول من براید، مرا در وی سخن گفتن نشاید. وگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینم گناه است. بی فضولم یعنی بدون دخالت من، آره بیهوده گویی، بدون یاوه گویی من. خب این هم حکایت شماره 38 بود. برسیم به حکایت شماره 39. حکایت شماره 39 که مربوط به هارون الرشید هست، خلیفه عباسی که توی قرن دوم خلافت میکرد. ما توی حکایت قبلی هم بازم به هارون الرشید رسیده بودیم، همون جایی که یکی اومده بود به پسرش فحش مادر داده بود، یعنی به همسر خودش فحش داده آره. بود، البته توی جلسه قبل. آره. هارون الرشید را چون ملک مصر مسلم شد، گفت به خلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد، نبخشم این ملک را مگر به خسیس‌ترین کسی از بندگان. میگه ما این ماجرا رو حتی توی شهر ری هم زمان سلطان مسعود غزنوی داشتیم. بعضی از افراد وقتی به قدرت میرسیدن نسبت به یک فرد یا یک سرزمین یک کینه‌ای داشتن و پست‌ترین فرد رو به عنوان حاکم اون شهر برمی‌گزیدن. به قول سعدی میگه میخوای یه مملکتی رو نابود کنی چیکار کن؟ اون کسایی که بی عقلن و بذار حاکم و اونایی که با عقلن و بذار زیر دست. درسته؟ کار بزرگان رو به خردان بده و کار خردان رو به بزرگان بده. کی خسیسه اینجا؟ آره میگه هارون الرشید به خاطر فرعون که در گذشته ادعای خدایی کرده بود، به همین خاطر تصمیم گرفت یکی از پست‌ترین بندگان خودش رو به حکومت مصر برگزینه. سیاهی داشت خصیب نام، ملک مصر به وی ارزانی داشت و گویند عقل و درایت آن سیاه به حدی بود که وقتی طایفه‌ای حراس مصر شکایت آوردندش که پنبه کاشته بودیم در کنار نیل و باران بی وقت آمد و تلف شد، گفت پشم بایستی کاشت تا تلف نشدی. با گوسفند بکنن که پشم بده. آره شدت حماقت این خصیب به حدی بود که کشاورزا گفتن پنبه های ما خراب شده، کشاورزی ما از بین رفته. گفت آره بعد پشم میکاشتیم، حالا به قول محمد جان آره بعد گوسفند بکاریم، بذر گوسفند بریزیم تو زمین. اگر دانش به روزی در فزودی، زنادان تنگ روزی تر نبودی. به نادانان چنان روزی رسانند، که دانا اندران عاجز بمانند. این دو بیته که ضرب المثل هم شده، اگر دانش به روزی در فزودی، زنادان تنگ روزی تر نبودی. به نادانان چنان روزی رساند، که صد دانا در آن حیران بماند یا عاجز بماند، که ضرب المثل هم شده. این اندیشه هم وجود داشته توی ادبیات ما، هم سابقه داره. حافظ میگه به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، بیا ساقی که جاهل را هنیتر میرسد روزی. آدم جاهل روزیش خوشگوارتر بیشتره. بعضی هم براشون خیلی مبهمه که چرا اتفاقی میفته. همون ویدئویی هم که در مورد فال حافظ محمد رضا شاه پهلوی ضبط کردیم، یه بیتش بود فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. بخت و دولت به کاردانی نیست، جز به تأیید آسمانی نیست. اوفتاده است در جهان بسیار، بی تمیز ارجمند و عاقل خوار. کیمیاگر به غصه مرده و رنج، ابله اندر خرابه یافته گنج. میگه کیمیاگر چقدر قصه خورده، چقدر رنج برده و از قصه و رنج جان خودش رو هم از دست داده، اما یک آدم نادان، یک ابلهی توی خرابه‌ای به گنج دست پیدا کرده.
بله. کل مضمون در راستای همین همدیگه بود. این چند بیتی که خوندیم آره در راستای همدیگه بود. برسیم به حکایت شماره 40. یکی را از ملوک کنیزکی چینی آوردند، خواست تا در حالت مستی با وی جمع آید. کنیزک ممانعت کرد. ملک در خشم رفت و مر او را به سیاهی بخشید که لب زبرینش از پره بینی درگذشته بود و زیرین به گریبان فرو هشته. من نفهمیدم، الان توضیح میدم. هیکلی که صخرالجن از طلعتش برمیدی و عین القطر از بغلش بدمیدی. یا اینجا نوشته بگندیدی. نسخه متفاوته. بله. میگه آره یک کنیزکی داشت خواست با اون نزدیکی بکنه، کنیزک ممانعت کرد، اینم عصبانی شد. تو مستی این کنیزک زیباروی تردندان چینی رو به یکی از خدمش بخشید که فوق‌العاده زشت بود. یک سیاهی که لب بالاییش میگه این ویژگی ها رو داشت، لب پایینیش به گریبان فرو هشته، لب پایینش تا گریبانش اومده بود. آره هیکلی که صخرالجن یکی از دیوهای زشت صخر جنی هست. آره میگه حتی اون دیو زشت هم از این فرار میکرد. آره و عین القطر همون روغن بدبویی هست. آره میگه روغن بدبو هم در مقابل اون یعنی به اون صد شرف داشت. میگه از زیر بغلش این بوی بد دیگه، شما هر چیز بد و گندیده و کثیفی رو تصور کنید که همچین بانوی زیبایی رو در اختیار اون دادن. تو گفتی تا قیامت زشت رویی، بر او ختم است و بر یوسف نکویی. یه همونجوری که تا قیامت یوسف به زیبایی معروفه، این به زشتی معروفه. هر روز داره توصیفش. شخصی نه چنان کریه منظر که از زشتی او خبر توان داد. وانگه بغلی نعوذ بالله مردار به آفتاب مرداد. ما یک اصطلاحی داریم، من قبلا هم توی یکی از کلاس‌های بوستان گفتم، یک لفظ عامیانه است، میگه یه چیز خیلی بدبو رو میخوان توصیف کنن میگن مثل لاش گندیده، اونم مقابل آفتاب. اینجا دقیقاً این فرد رو به همون چیز تشبیه کرده. آره میگه بغلش نگم براتون، پناه بر خدا، مثل اینکه یک حیوانی، یک مرداری رو مقابل آفتاب تابستان مرداد ماه قرار بدی و بوی گند به همه جا برسه. خب آوردند که سیه را در آن مدت نفس طالب بود و شهوت غالب. مهرش بجنبید و مهرش برداشت. بامدادان که ملک کنیزک را جست و نیافت حکایت بگفتند. خب تا همینجا داشته باشیم. این سیاه، این برده، این خادمه مدت‌ها بود که مجرد بود، عزب بود، شهوت بهش غالب شده بود. میگه مهرش بجنبید و غالب. آره نفس طالب بود و شهوت غالب. مهرش بجنبید و مهرش برداشت. دیگه دختر از باکرگی در اومد و صبح خبر دادن به سلطان، اومد دنبال کنیزک میگشت. حالا پشیمونم شده باشه سلطان دیگه، حالا بی درستش. آره میگه دنبال کنیزک گشت، پیدا نکرد، ماجرا رو براش تعریف کردن. حالا پادشاه چیکار کرد؟ دستور داد که فرمود تا سیاه را با کنیزک دست و پای استوار ببندند و از بام جوسق به قعر خندق اندازند. یکی از وزرای نیک محضر روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت سیاه بیچاره را در این خطایی نیست، بلکه سایر بندگان و خدمتکاران به بخشش و انعام خداوندی متعودند. میگه پادشاه دستور داد کنیزکه و اون سیاه رو دست و پاشون ببندن و از بالای قصر پرتشون کنن توی چی دور شهر رو میکشیدن؟ خندق. بندازنش تو خندق شهر. یکی اومد شفاعت کرد و این سیاه چه گناهی داره، چی کار کرده؟ یه حالی که ولش دست از سرش بردار.
گفت اگر در مفاوضت او شبی تأخیر رفتی چه شدی که من او را به قیمت کنیزک بیش نوازش کردمی. مفاوضت یعنی همبستر شدن. یا اگه یک شب دندون روی جیگر میذاشت و با این نزدیکی نمیکرد چه اتفاقی میافتاد. خواستم یک بیتی که ضرب المثل شده رو در تایید این براتون بخونم. دیدم در ادامه حکایت همین بیت اومده. گفته ای پادشاه نشنیده ای که گفتند، تشنه سوخته در چشمه روشن چو رسید، تو مپندار که از پیل دمان اندیشد. ملحد گرسنه در خانه خالی برخوان، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. یک فرد بیدین که مسلمون نیست، حالا توی ماه رمضان رفته توی خونه ای که هیچ کسی هم نیست، سفرم پهن شده، چرا نخوره؟ والا آره. ملک را این لطیفه پسند آمد و گفت سیاه را به تو بخشیدم، کنیزک را چه کنم؟ گفت کنیزک سیاه را بخش که نیم خورده او هم او را شاید. یاره اینو سیاهه رو به خاطر تو بخشیدم، حالا کنیزکه رو چیکار کنم؟ چون کنیزکه با اون سیاهه هم بستر شده بود، گفت آقا چیزی که کس دیگه اومده بهش دست زده نیم خورده اون شده، شایسته خود همون هم هست، تو اینو به اون ببخش و ماجرا رو تموم کن. دست سلطان دگر کجا بیند، چون به سرگین در اوفتاد ترنج. تشنه را دل نخواهد آب زلال، کوزه بگذشت بر دهان سکنج. سکنج دیگه، آره سکنج یعنی بوی دهان، بوی بد دهان. یه اون فردی که تشنه هست اگه کوزه رو براش بیاره اما قبلش یه آدمه که دهانش بوی بد میداده از اون خورده باشه، این دیگه دست به اون نمیزنه، از اون نمینوشه. دست سلطان دگر کجا بیند، چون به سرگین در اوفتاد ترنج. آره میگه وقتی هم روی یک میوه، یک ترنجی، یک بالنگی، سرگینی، فضولات این پرنده ها یا هر چیزی افتاد، دیگه پادشاه کی به اون دست میزنه و از اون استفاده میکنه. یه مفهوم و برداشت خیلی ریزی که من از این حکایت گرفتم این بود که حکما، پادشاهان و بزرگان یک کار خطایی که خودشون میکنن، روز بعد یا سال بعد یا ایامی بعد بازم خودشون رو ملامت و بازخواست نمیکنن، بازم تقصیر رو میندازن گردن دیگری. اینجا خودش این کارو کرده بود، بازم میخواست دیگری رو عذاب بده. یا مثلا یه مثالی اومد توی ذهن من، نادرشاه که اواخر عمرش به پسرش بدبین شده بود، چشمای پسرش رو کور کرد. آره. بعدش که پشیمون شد گفت وای من چرا این کار کردم، چرا این کار کردم. بعد گویا اگر اشتباه نکنم تمام اون اطرافیانش رو یا کشت یا اونا هم مجازات کرد که چرا جلوی منو نگرفت. آره. خودت ولی بستگی باز یک چیز نسبی هست، بستگی به اون حاکم داره. من یادمه که توی تاریخ بیهقی که میخوندم یکی از امرای سامانی بود، یک جوونی بود سنش کم بود و توی عصبانیت به یکی که خشم میگرفت دستور قتل رو صادر میکرد یا هر مجازاتی براشون در نظر میگرفت، اما بعد پشیمون میشد. گفت چیکار کنیم چیکار نکنیم، چند تا از وزرا رو آورد گفت آقا من این کارو میکنم بعد پشیمون میشم، شما چه راهکاری برای من دارین؟ قرار شد از اون به بعد هر دستوری رو که اون پادشاه جوان داد تا 3 روز انجام ندن. اگه بعد از 3 روز همچنان بر تصمیم خودش بود اونو انجام بدن، اگه پشیمون شده بود دیگه تا خون کسی ریخته نشه. برسیم به آخرین حکایت باب اول، حکایت شماره 41. بالاخره باب اول گلستان رو تموم کردیم. ما از اواخر فصل تابستان که الانم اولین روزهای فصل زمستان هست با وفای بسیار باب اول رو به اتمام رسوندیم. بفرمایید. اسکندر رومی را پرسیدند که دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟ که ملوک پیشین را خزاین و عمر و لشکر بیش از این بود و
چون این فتحی میسر نشد. گفت به عون خدای، به یاری خدای عزوجل، هر مملکت را که بگرفتم رعیتش نیازردم و نام پادشاهان جز به نیکی نبردم. بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. دقیقاً ما همین مضمون رو توی قابوسنامه عنصرالمعالی هم داریم. سخنان بسیاری رو از اسکندر نقل میکنن. یک بابی داره قابوسنامه در آیین دوستیابی. اینجوری شروع میشه که بدان ای پسر که مردمان تا زنده باشند ناگزیر باشند از دوستان، که حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر، گفت برادر هم دوست به. اگه تو با برادر خودت رفیق باشی باز بهتر هست. این سخنان حکیمانه رو از اسکندر نقل میکنن. اینجا میگه از اسکندر پرسیدن که چجوری این همه سرزمین رو، اونم اسکندر توی 32 سالگی از دنیا میره، چجوری تونستی این همه سرزمین رو تصرف کنی؟ گفت مردمش رو نیازردم و نام پادشاهان گذشته رو هم به زشتی نیالودم. و این بیته که ضرب المثل شده، بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. و اینم علاوه بر پادشاهی بر مدیریت هم هر جایی خرد و کلان صدق پیدا میکنه. کسی مدیر میشه همه رو میکوبونه. آره یا یه وزیری، رئیسی چیزی میشه همه رو میگه همه کار بد کردن، حالا من اومدم میخوام یه کاری بکنم. یه گرت هواست که معشوق نگسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. خب اینم از باب اول گلستان سعدی. با ما همراه باشید تا درس زندگی رو از گلستان و بعدش بوستان با هم بخونیم و یاد بگیریم و یادآوری کنیم. روز خوش، موفق باشید.